دو نفر آدم هستن که میخوان از این درخت سیب بچینن اما دستشون نمیرسه. راه حلمون چیه؟ میایم به صورت برابر ایکوالیتی رو ایجاد میکنیم و به هر دوتاشون 2 تا نردبون یکسان میدیم. همونطور که میبینید دست یکی میرسه، دست یکی نمیرسه، پس این کارساز نبود. راه حل دوم چیه؟ اینه که بیایم یه کوچولو عدالت قاطیش کنیم و تبدیلش کنیم ایکوالیتی رو به ایکویتی و به هر کس به اندازه نیازش بهش خدمات بدیم. به این یکی یه نردبون بلندتر بدیم دستش برسه. حالا دیگه دست هر دوتاشون میرسه. آیا این خوبه؟ یه مثال دیگه اینه که شرایط یکسانه، یعنی دیواره یه اندازه است اما آدما فرق دارن. باکس‌های کوچیک بزرگ مجبوریم بهشون بدیم که تصویر رو ببینن. آیا این دیگه تموم شد؟ عدالت برقرار شد؟ خب مسلماً نه. چون اون آدم باید از یه باکس بزرگ بره بالا، اون یکی باید تعداد پله‌های بیشتری بره بالا. حالا اگر فرض کنیم که قرار باشه نردبون رو حمل کنه، قطعاً نردبون سنگین‌تری رو باید حمل کنه. خب پس این عدالته؟ نه، این باید بیشتر زحمت بکشه. عدالت چطوری برقرار میشه؟ مثلا میتونیم درخت رو صاف کنیم، شرایط یکسان ایجاد کنیم و حالا به هر دوتاشون یک نردبون یه اندازه بدیم. زحمت برای هر دوتاشون یکسان بشه. جاستیس رو ایجاد بکنیم. پس موضوع اینه که برابری، ایکوالیتی، ایکویتی و جاستیس چیزهای کاملا متفاوتی هستند.